عرض سلام خدمت دوستان عزیز و بزرگوارم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و اوقات فوق‌العاده‌ای رو پیش رو داشته باشیم. دوستان عزیز، گفتم یه قهوه میخورم، با هم یه قهوه بخوریم و در مورد نمایشگاه نقاشی و یه کوچولو در مورد نقاشی صحبت کنیم. هفته آینده نمایشگاه گروهی نقاشی داریم و من دارم آماده میشم که کارامو به نمایشگاه برسونم، که البته کارا آماده است، فقط باید تحویل نمایشگاه بشه. پیج من مربوط به نقاشیه و واقعا لحظات نابیو که من با نقاشی سپری میکنم، کارهای آموزشی، حیوانات، مناظر و چهره میکشم و به اشتراک میذارم و خیلی ممنونم از دوستانی که میبینن و کامنت میذارن. منو با کامنتاشون خوشحال میکنم. نقاشی روزمره، نقاشی مختلف رو انجام میدم و تو این پیجا میذارم. بازم از همتون ممنونم. امیدوارم که شما تو نمایشگاه نقاشی ببینن. روزگارتون خوش و ایام بکام. فعلا بریم سراغ کارهای نقاشی. مجددا سلام خدمت دوستان عزیز. امروز 14 آذر هم روز تولد پسرم بود و هم روز افتتاحیه نمایشگاه نقاشی که دوستان خیلی از دوستان تشریف آوردن. خیلی ممنونم ازشون و روز خوبی بود. جای شما خیلی خالی. حالا تا چهارشنبه انشالله تا 19 آذر این نمایشگاه برقراره و امیدوارم که دوستان هنر دوست تشریف ببرن نمایشگاه و اگه قصد خرید داشتن خرید بفرماین و ببینن نقاشی ها رو. بازم ممنونم از حضور شما. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشین.